نه من نمازون من دلسوزی میگم. من میگم که خاطری که صبح روز خدا اینا کردم خسور تو بزنه. بعضا خسورا کله میزنه بفهمیدی. همین تا با کله بزنه برو پیست و خلماتو نوشته میشه. آله لالا رمضان من از هر جا بشنیدم خاطر شما خود خب خو میزنه که شیرینی ندیم. های 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 های. آخه مر به میگه پا تو خنده میگیره. من به تو میگم اگر من نمزاددار شم که نمزاددار میشم که خبر میشی حاجت از اون نداره که من شیرینی دادن را پیش تو پت کنم. او اخو میگه یعنی نمزاددار شدی حال چرا بونه میکنی. من تو من به تو میگم والله اگر ما آگاه باشم حال خود خوبه کوچی اصلا چپ بزنین خیره. مقصد من امیر به شما میگم خوب مردم خوبی باشم، دختر خوبی باشه، خسور خشوع شما خوب مردمی باشم. اگه با نمزاددار شدی با من همیت جلو شما نگریتون شما نبردم به سر شما شیرینی تبدیل به خود نستونا هر چی باسی بگی. حالی شما خود خوب کوچی اصلا چپ بزنین خیره باشه تپینی. یاره که دیدم خب من آگاه نیم به تو میگم. من اصلا تصمیم نمزادداری ندارم حاله. تصمیم ندارم حاله آخه. اگه شما به روی رفتید اگه نوسپاندار نشدی من به شما از من گفتم از شما شنیدم. خدا حافظ. شیرینی به سر دست کنید. خوبه رمضان اشترم دارم خیریت بخیری چیکار پای جان خیریت یار هستی خیریتی بخیر سلامتی الله شکر بام خونه بودم میته بدر شدم گفتم برو من چرخم دم میده کنه خبر شدم بخیر می نمزاددار شی میگم چرا میگم می نمزاددار شی بخیر نمزاددار شما دیگه الله شکر بلکم در خونه گاکتم واشه سرتم به خونه توش خیلی خوبه. اون تا مقدار من میگم که به هر جا که نمزاددار میشی کوشش کو که مردم خوبی باشن، مردم انسانی باشن، مردمی باشن که 4 نفره که اگه به خونین و میمون میبری بتونم یک نونی تیار کرده عزت و احترام اینا باشه بفهمیدی. همین قدر ما به تو میگم. نورالله جو یک چیزی ما بگم پرسیدن عیبی نباشه. همین که من نمزاددار مهم باشم همین را کجا شنیدی؟ همین کی گفته به شما مردم؟ من پیشتر که جیرم بدید به من میگم من نمزاددار شی. من گفتم من خبر ندارم خیش خسرونا عهد دیشته بشی و ایته و اوته. حالا کم تو میگی نمزاددار شی اصلا نمیگه پر کی به شما گفته که ما هم نمزاددار شم؟ مردم قدیم گفته اگر نباشه گپ مردم نمیگم گپ پاکی. این مثل از قدیمه. اگر گپ سخن گپ نمزادداری تا بالای بشه به تعمی خونه و زندگی و پیش این مدر پیار ما تاول میشه. هیچته خونه و زندگی دیگه که من خبر ندارم که نمزاددار مایم باشم. من از جریان خواگانیم. همین من نفهمیدم. همین گپ بر من نفهمیدم که همین مردم از کجا خبر شدن که ما نمزاددار شم. ما چندی از هم دیگر ما و شما فاصله داریم یک دیوالیه. این طرف دیوال شما نیم این طرف دیوال ما نیم سرا ما و شما پهلو هم دیگره. آیا از حال هم دیگر ما و شما نباید با خبر باشیم که شما امرو مریضیم من امرو مریضم مادر من امرو مریضه مادر شما امرو مریضه باید که ما و شما از هم دیگر خبر باشیم. میگه حق خدا حق همسایه. لااقل حتمی بام خونه دیگه میسته که گپ شده میته گپ بالا شده مادر من دیشب گفتن که ما رمضان نمزاددار شه. به خدا من خیلی خوشحال شدم گفتم الهی شکر. مونتا من نصیحت میکنم شما که یک جای پیدا کنید مردم خوبی باشه. خیر بینی برادرم. اول دیوم که من تصمیم نمزادداری ندارم. 34 که من نمزاددار شم من باید حداقل همین کله و فکر و عقل کمال دارم که من جای پیدا کنم که تبدیل ما باشم مردم خوب باشه همرنگ خوب. اگه خود ما به تعمی جامعه خوب آدمی بدم همرنگ خود پیدا میکنم. اگر ما آدم گندی هم بدم همرنگ خود تو آدم گندی پیدا میکنم. بفهمیدین؟ از شما همسایه هم خواهش میکنم که من هیچ کاری نکردم تا حالا یلا به شما همی بوجول نتولی که رمضان ماه نمزاددار ما خوشحال میشین که میگیم در خونه تن واشه دیگه. خوشحال میشی صحیحه که خوشحال میشی منتها من تصمیم از این کار ندارم.
یلا بیلا به گردن من نندازیم بیار مادر من تا آدمانی هم که من بی صدا و بی مسئولیت اینا مثلا من نمزاد دار کنن هیچ وقت او کار نمیکنن. اختیار خود دیگه ما خواهم رابطه ما گفتیم اگر هر جا زن میکنی یا زن میگیری مردم خوبه باشن. خوبه چشم مردم انسانی باشن که صبح صدا هم بابا ناشد. خوبه. چی دقیقا این مردم چه کار شده اینا که هر کی من امروز میبینم اگر جا خوب نمزاد دار شد مردم خوبه باشن مردم این دیگه من مثل اول که نمزاد دار نمیشم ولی با من که نمزاد دار شد مثل عقل کمال من ندارم که اینا نکاره من یاد دارم. خدا خیلی از این مردم پیش کنه. بابا کار می‌کنی یک کشش همینجا شیشه میکنم پدرم مال پنداختم نه کجا شده برای تو دوست دارم میگم بابا یک چیزی به شما بگم بله همین امروز من به این مردم محله هیچی و سر به این مردم محل نفهمیدم من اشتره هر کی من میبینه میگه رمزون من نمزاد دار شی به جای نمزاد دار شو که مردم عرضی باشه مردم سفره‌دار باشه مثل زن تو دل تو باشه مثل چکار و فلانه این چی گفت بابا که این مردم امروز اصلا یک رقم بدم نظر مواد کی هم هر کی من میبینه میتونه بابا میزنه شما با پشت سر حداقل من مثل خبر دارم که شما اقدام به نمزدگی و نمیکنید تا خود ما خبر نباشه تا خود متعادل به جای نباشه نکنه شما پشت سر ما گفت زدیم به خود مدر که نمزددار میشه و چه خود نمزددار رمضان این همه که پا مفت مردمه بچه اشته که پا مفت مردمه کجیر من سیوا دید گفت خوب نورالله من سیوا دید گفت که با جا عرض نمزددار شو با چون مردم خوبی باشه مردم سفره‌دار باشه همه چون زن تو تعبدل تو باشه آخیر اصاب من خراب شد نورالله گفت نه برادر اگر ما به جای نمزددار شو خود ما و پیار ما و شو حواس داریم فکر داریم که ما زن تعبدل بگیم اگر خود ما آدم خوبی باشم زن ما مجبور رو تعبدل باشه نیازی نیه که شما بیاییم بر اینجا نصیحت کنیم اینا هم افزیلی ها مردم که فضولن خب این رقم من تا حال این مردم ندیدم که من ببینم یک سره به ما اگر این گپ تکرار کنم یعنی به پیش کی گفته باشم که چی نوره بگه شیر حتما تو شیرینی میگه به ما نبدی نورالله به من ایتا میگه با مردم چی قرار؟ من به خودم به چه خونم زاددار کنم گفتم من قسم به تو میخورم که جیت ما و پیار اینو من خود معاونی و پیار من تا تصمیم خود من نباشه پیار من اقدام نمیکنه اینا با چه جان اینا فضولم به همه اندازم مثل به پیش کی گفتم که من بچه خونم نمزددار کنم من نمیفهم حتی این مادر تو کسی نگفته که من بچه خونم نمزددار کنم من به میستور هیچی با من نمزددار کنم باید رضایت تو باشه بچه جانی تو نمیشه که تو نمزددار کنم باید رضایت داشته باشی خب من امیر به مردم گفتم پیار من بدون تصمیم من هیچ کاری نمیکنم چون این معامله زندگی ما و دون ما و یک زمانه خودتون خدا به چی شیری میفهمیدی وجه چی من به این کار و این گپ به این مردم هیچی امروز سر بدر نکنم هرچی هم کله خود بکار انداختم من نفهمیدم به هیچ نتیجه من نرسیم که این مردم از کجا میگفت به می نورالله و می کجیر هم گفتم همین شما از کجا شدید بگم بشنیدید دیگه از هر جا بود تو بخصی و نبود یعنی نگفتم به تو که از کجا شدید نه هیچی نفهمیدم ما هم که میگه پر نظر کوچه شیشه باشه پیشه که دوست رفت شیشه باشه اختلاط کردشون و چه ما ممددار کنم و چه کار کنم فلان مدت هم که پیشه به سرا همسایه ها نرفته که برای اینو گفته باشه که ما چه کنم ممددار پس این از چی خبر شد؟ من هیچی نمیفهم بابا هیچی بخی سر نمیخی به درد من بابا هیچی نمیفهم یا اینا نیت دارم و تو رو اندازم بسی جان یک رقم که هسته دیگه نیه بابا این کار با همین چی کار داره بعد چی رقم؟ چی گپ بینی هر گپ مفت مردم یاد دارم بابا میگم من برم میخونه 10 دقیقه زنگ بزنم بابایی چرا نمی آیه عباس که گیر گفت مثلا بیان که گله زنین چرا نمی آیه
نمیای به خاک که نمیای من میرم بخون. عباس ایشته لکشنی خیر سلامتی یا لستی سیکو شکر زنده بش. یک چیزی من به تو میگم من از همه شما هوشیارترم. خب بگو هوشیاری ها خب بگو. همین کاری بکو اگر ما این که مثلا برار تو زن کنه حوال کوشش کنه که خب مثلا خسور خوشی عل داشته باشه. بفهمیدی؟ بله بفهمیدم. انا مردم خوبی باشم. بله انا همین تو به برار خب برو پیغام مر برسون. خب پیغام تو به برار خب میرسونم. بگو این که گپ به تو مونده بیده که تو به ما بگی. نه سکو تو واسه مردم همه به تا کوچه ها میگه. مردم هم دست پس کن. چرا عقل یادی میگی؟ تو به کجا ای؟ خوردم یا پوش خود پاک میکنم. تا به کی دینی تو؟ هوشیار باش. من میگم یعنی میگم که تو به برار خوب بگو که اگه خسور خوشی میستینی نمزدادوار میشی جا علده باشه خسور تو هم خوبه باشه خوشی تو هم خوبه باشه خسور بیدات هم خوبا باشم آدم ها خوبه باشه کل فندوقی. خب دیگه مردم همو مثلا همو خسور خوشی تو کنه تو که هنوز به چیز نرسیدی به زن گرفتن. خسور خوشی و مثلا خوب باشه سفره خورده داشت ببخش گله وقت لعت تو رسیده. خب دیگه بگو. مثلا میگم بگو گپ بگو من کار دارم دیگه. میفهم خسور خوشی تو نه خسور خوشی عزور مثلا سفره خورده داشته باشه. خب دیگه امر فرمایشی باشه پیغام تو میرسونم به برار خوب. بگو بزو دیگه یعنی میگم خسور خوشی خوبه داشته باشه. خب دیگه دیگه چی؟ دیگه چی پیغام داری؟ پیغام چیه؟ ایک لگنده الاف کنه اولی که برام زن نکده دیومی که خدا میدونه این بشه یا نشه که شما مردم دی هر چه انداختین که رمضان زن کرده به شما کی گفتی تو گپی؟ من میگم خوبه مردم عملو کنه. تو به این کارا کی آورده؟ با تو چی که خود برام خوبی باشه خراب باشه با تو چی؟ هیچ. خود چه اینجا بیایی همه گپا پوچ میگی همه گپا تو پوچ گیلک بفهمیدی؟ نه تو کسی بزی که کارا بیاورده بیا گیلک برو تو بیکار اگه بیکاری به تو یک کار نشوندم بفهم اگه بیکاری چه کاری بیکاری برو من میدون هوایی من پیشم تیاره نیه مسافرها که میرن به مسافرتی برابر کشورها خارج همینجا یک چوکی که بگذارم تیاره که بالا میشه خود مسافرها خدافیزی که بای بای کن. نه بابا پول میدم بیشتر نمیدم آدم بیکاری دیگه تو کو نه از اینکه صبح تاشون کوچار میتونی میکنم همینجا برو بخیر. عباس میرم گردنم من چند در تیاره چند نمیده خدا هست هر چی بده فقط تیاره که باشه دست خود تکون بای بای کن برو. خوبه تو بازی کارو نورده که تو من یاد دی بفهموندی دیگه هم تا عمل چونه اندازه رمضان زن کرده با شما چی که زن کرده میگم شما مردم منطقه چه کار شده که ما هر کدومی میبینیم به من میگیم چون خسور خوشی تو آدم ها خوبه باشم من چون سفره‌دار باشم و چی باشم شما چی کاره گپ؟ نه من رمضان من دلسوزی میگم من میگم که خاطری که صبح روز خدای نکردم خسور تو بزنه بعضا خسورا کله میزنه بفهمیدی همین تا با کله بزنه بروی پیست و خلماتو نوشته میشه عقل کمال بخوری گپ مفت نازی خسور تو چکار شده فلان شده فقط ما مقدار عقل کمال نداره که معطل بتونه که تو بیای به ما راه و چای دی 100 نفر مال مگر دل به تو بسوزه با دل تو مگر به گریشه کچاره سرکله تو سکو به طول زندگی تو یک دست رخت حال ده کله تو سرکله میگی نه من خسور خوشی شکر دارم نه هم خوشی دارم نه هم خسور من نه بودایی معطل تم هستم برو که درس را خسور خوشی هم وای که گیلک بیای ما خسور خوشی بشیم به تو مربوط نمیشه اصلا به شما مردم مربوط نمیشه که ما زن میکنیم یا نمیکنیم اختیار خود دارم ما هنوز هیچ کار اقدام نکردیم خب اگه اقدام میکنی خسور خوشی و علی پیدا کنم محلگی میگم من امیر میگم که شما محلگی به شما چی مربوط میشه میگه هیچی
خدایی من تا عقل کمال و که با بیام از تو مشوره گیرم که گیر لگنه تا خسور کشی با بیدا کنم. تو آدم بیکاری دیگه کار برد کنه تو.